دست تو صحرا یه کاروان پر ماتر با پرچمی که نوشته کاروان محرم کاروان محرم میوزه با نفساشون سوز یک غم کهنه میرسن از دل صحرا همه با پای برهنه همه درید گریبون از جامعه های سیاشون بارون تنگ غروبه اشک سرخ چشاشون اشک سرخ چشاشون رو لبا نغمه تلخ و حزینه رو لبا نغمه تلخ و حزینه بی امون میزنن بر سر و سینه بی امون میزنن بر سر و سینه میزنن بر سر و سینه چشمامون به صبر آسمونه چشمامون گریمون از پر قنداقمونه گریمون ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة. با آغاز ماه محرم همه جای شهر دروح یک باغچه سیاه پوش می شود. راه اندازی ایستگاه‌های صلواتی در خیابان‌ها جزو اولین برنامه‌های این ماه است. دلم خونه دخترت برا تو گریونه کنج این خراب مهمونه وای من خدا دلم خونه یه روز خوش من ندیدم بابا جون. شور و شوق ارادت به سید و سالار شهیدان باعث می شود تا جوانان و نوجوانان در برپایی ایستگاه‌های صلواتی با یکدیگر مشارکت کنند. چه تنهایی شنیدم بابا جون بابا بیا من بریدم بابا بیا من بریدم وای که چقدر دلم بابا برات خونه چشام یه کاسه خونه برات تو روزه میخونه وای که چقدر دلم بابا برات خونه چشام یه کاسه علمدار نیامد ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. با شروع مراسم حضرت ابا عبدالله الحسین در روز پنجم علما رو که بر مبنای طایفه‌ای تقریبا 7 تا 8 تا علم بوده و هر طایفه هم یک علم داشته می‌بردن به خونه و در اونجا اینا رو تزیین می‌کردن. معمولا علم هم از 2 قسمت تشکیل شده، یک قسمتی پایه علم و یک قسمتش هم توقه و پایش هم
از یک پارچه‌ای پوشش داره که معمولاً به رنگ سیاه یا سبز هست که معمولاً در زمان قدیم اینجوری بوده که با شروع برنامه‌ها علم‌ها در میدان مسجد جامع در اونجا قرار می‌گرفته و مردم هم در بعد از ظهر با صدای چاوشخوانی در اون میدان مسجد جامع جمع می‌شدند و به سمت قبرستان حرکت می‌کردند. علم‌ها در جلو قرار می‌گرفتند، هر کدوم از اون طایفه‌ها هم یک علم برداشته و حرکت می‌کردند به سوی قبرستان و عزاداران و پیرغلامان حضرت ابا عبدالله الحسین هم پشت سر علم‌ها حرکت می‌کردند و در ضمنی که حرکت می‌کردند مدیح سرایی را هم انجام می‌دادند که شامل یک دمی بوده که همه با هم تکرار می‌کردند. به عنوان مثال می‌گفتند میزدم بر سر ملک دست از غم لب تشنگان، ابر غم باران غم امروز و باریدن گرفت. پاک و طیبه شهدای 8 سال جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای گمنام و انبیا، ارواح طیبه انبیا، اولیاء، شهدا، امام شهدا، علما، صلحا، حق حقداران اهل دین و ایمان، نوح خانان، مرثیه خانان، مداحان، علمداران، روزه خانان، انفاس جمیع مؤمنین و مؤمنات. بقول الفاتحة إخلاص مع السلامات. الله این مرثیه رو میخوندن و علم‌ها همینجور میومدن به سمت قبرستان. به قبرستان که میرسیدن در اونجا فاتحه جمع خونده میشده، یادی از همه علما، شهدا، صلحا و اینا انجام میشده و بعد از این هر کدوم از اهالی اینا که میتی داشتن که تازه بوده اون نذورات خودشون رو هم در اونجا تقسیم میکردن و برای اونها فاتحه خونده میشده.
در برگشت هم معمولا باز همینجور به صورت دست جمعی همه اون عزاداران و پیرغلامان حضرت ابا عبدالله با نظم مرتبی به سوی مسجد و باز یک مرثیه دیگه رو تکرار میکردن. صلی علی محمد و صلی علی علی، صلوات بر محمد و صلوات بر علی. این مدیحه رو تکرار میکردن و میرسیدن تا مسجد. سقای حسین سید علمدار نیامد. این حرف زن خدا منو نمیبخشه، رنگ از چهره پیغمبر متغیر شد. فرمود چه حرفی داری میزنی؟ در شبهای تاسوعا و عاشورای حسینی عزاداران ابا عبدالله در محل حسینیه شهر درو گرد هم می آیند و مراسم عزاداری را به پا می دارند. دیگران میگن بدن از تو توجیه میکنی، هرچند تو اعماق قلبت میدونی چی کار کردی، اما وقتی یه کاری کردی قلبت شکسته، دلت شکسته، پیش میاد تو زندگی برای همه من و شما. بعضی وقتا دل انسان یه جایی میشکنه، اون دل شکستن هم قصه داره. خدا یه عنایتی به دلت میکنه، اون عنایت خداست. یه گوشه‌ای، یه ذره‌ای، یه سر سوزنی پرده از جلو چشمت کنار بره، تو خودت متوجه نمیشی. خدا یه عنایتی بهت میکنه، میفهمی چی کار کردی، شروع میکنی توبه کردن، شروع میکنی قصه خوردن، به حال خودت افسوس میخوری. چرا من اینجوریم؟ چرا من اینطوریم؟ چرا با خودم اینجوری کردم؟ همیشه برای انسان به وجود نمیاد. گاهی در زندگی، اونم برای بعضی عرض کردم، یه کار خوبی کرده، یه سر سوزنی، یه گوشه خدا یه کمی به دل انسان عنایت میکنه که برگرده، عوض کنه خودشو، حالشو بهتر کنه، سرنوشتشو تغییر بده. همه لیاقت ندارن اینطوری بشن، اینو بگم به شما، همه این لیاقت بهشون داده نمیشه. یکی یه گوشه خدای وقتی یه کاری میکنه دلت شکست و دیده فرو بردی به گریبان خودتو در مقابل مرگ و قبر و قیامت مشاهده کردی، بدون عنایت خدا شامل حالت شده. و الا خیلی ها هستن میبینه این جوان چجوری کشته شد، اما درس عبرت نمیگیره، تشییع جنازش میره، نمیفهمه. قرآن میگه صم بکم عمیون ختم الله علی قلوبهم. بعضی قلبشون مهر خورده، اگر بدترین صحنه ها رو ببینن بیدار نمیشن. دیدید بعضی خوابشون خیلی سنگینه، هر چی صداش میزنی بیدار نمیشه، باید یک سطل آب رو سرش خالی کنی که بیدار بشه. اون رو هم تازه میره با حوله خوش میکنه، دوباره میخوابه. پرچم بارگاه مطهر قمر بنی هاشم در میان جمعیت عزادار چرخانده می شود و عزاداران از آن تبرک می جویند و باب الحوائج ابوالفضل العباس را واسطه ای برای حاجاتشان قرار می دهند. گفت سکینه به دو چشمان تر، ای پدر ای پدر، شبه علی ساقی کوثر کجاست، ساقی حیدر کجاست؟ ای پدر ای
یبن طاها یبن یوسف یبن شمس و زاریان السلام سربرید یا قتیل الابرار ای حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان ای حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان ای حسین جانم حسین جانم میر و علم دار نیامد ای اهل حرم میر و علم دار نیامد علم دار نیامد علم دار نیامد حسین سید و سالار نیامد صدای حسین سید و سالار نیامد علم دار نیامد علم دار نیامد حسین سید و سالار نیامد صدای حسین سید و سالار نیامد علم دار نیامد علم دار نیامد پسته آل علی داده شده کوهانی شده 72 تن در ره تو قربانی کربلا جشن خرمال رخ ریحانی آنچه منتشر دنگی حسین است حسین مگر نداری خبر که اکبر نوجوان به پیش چشم پدر به جشن دیدار و جان که جان خیمه ها به داد تنها حسین شور نظامت نمود به خدمت الفا حسین غریب دور از وطن عزیز زهرا حسین غریب دور از وطن عزیز زهرا حسین ز گلگونه بامد حاضر است انفا روی ریزه از دختر گلگونه گردبانی حاکمان بیرحمی دشمنت بیازردم در طریق عشقت تازیانه پا خوردم ای سری که بر نیزه ای سری که بر نیزه همچو ماه تابانی همچو ماه تابانی سرور شهیدانی سرور کتابی من که بینم روی اکبر زده نردش به جسم و جانم آزد کتابی من تو بر شهزاد حسین که اکبر خون خود خوبیده داره که اکبر خون خود خوبیده داره
پخت نان برای پذیرایی از عزاداران با مشارکت زنان شهر از زمانهای قدیم انجام می گرفته است. با توجه به اینکه در روزگار فعلی کار پخت نان بیشتر توسط نانوایی‌های شهر صورت می‌گیرد، اما به جهت تبرک و نگه داشتن رسوم قدیم تعدادی از زنان با پخت نان به صورت سنتی جهت پذیرایی از عزاداران در این امر خیر مشارکت می‌کنند. در مراسمات عزاداری درو، حالا چه تاسوعا چه عاشورا، زنان درو تو چه کارهایی مشارکت میکنن؟ خمیر میکنه، نون میپزه، مثلا هر کاری که از رو ما میشه میکنه. برای ما حسین میکنه ما دریغ نداره. از اون دیگه آتش میکنه تا ساعت 12 شب نون میپخت. اولا 8 کیسه 10 کیسه میپخت. 15 نفر نشه بوده. یکی خمیر میگه، یکی میپخت، یکی زباله میگه، یکی آتش میگه، یکی 4-5 تا نون. روز تاسوعا رو میپزه نون تفتو، برای روز عاشورا میپزه نون که آبگوشته، برای روز عاشورا باید میپزه نون نازکی. از قدیم دیگه همینجور میپخته. حالا که نونوایی شده نونوایی هم میپزه، باز یک کمی هم میپزه میزنون روستا کار سنتی خیلی انجام میده. بعد الان که شما مراحل پخت نون انجام میدید، شما از کی کار شروع کردین؟ ما دیگه از صبح دیگه کار شروع کردیم. بله. از صبح روز قبل از تاسوعا. بله. بله. روز 8 دیگه ما شروع میکنیم. گوشت مورد نیاز جهت پخت نهار روز تاسوعا از شب قبل آن آماده می شود تا همه عزاداران در روز تاسوعا بر سر سفره صاحب روز حضرت قمر بنی هاشم قرار گیرند. از زمانی که یه فریاد میده که میتونسته کاری کنه 30 سال قیسی یا خورده یه ما اینجا میای شوار ریزه میکنه، فردا آشپزی میکنه. ما از مشهد هر سال محرم میم درو بخاطر همین گوش رزه کردن و بخاطر کمک کنیم برای امام حسین. ما هم به طبیعت از این بزرگترها میم که این رسم و رسومات از بین نره و همینجور به نسل‌های آینده منتقل بشه. تقریباً 20 ساله که ما در این کار همینجور میای گوش ریزه میکنیم، بعد اینکه جای دیگ ظرفا رو میشوریم. ما دیگه به اطاعت از بزرگترهای مجلس میه به خاطر امام حسین کمک کنه انشالله اینجا که امام حسین از ما قبول کنه. از زمانی که خود ما را یاد میده میان با همکاری همه بزرگانی که اینجا دارن این مسئولیت به عهده گرفتن در همین کار روزمره گوش ریز کردن تو آشپزی اینا میرن تو بسات توزیع غذا برای اینا دارن به خاطر امام حسین و به خاطر اینکه واقعا یه مزد دریافت کنه از این بنا با اینا همکاری میکنم. والله اصلا کار شاقی انجام نمیده، فقط همین همکاری ما با هم. اوایل این دیگ من غلور بود، در حدود 20 سال هست که دیگه تبدیل غلور به آبگوشت شده. حالا همین دیگه دوستان میای یا 20 نفره 30 نفره 40 نفره ما خود دیگه در کنار اونا هستی. بیشتری کارا رو دوستان انجام میده. اینا از ساعت 10 صبح همین امروز روزی 8 اینا میان گوسفندا رو میکشه، شبم به بیدار هستی. بعد اینا میبینه مسجد تو همو عبدالخانه و اینا تو بار میذاره. اینو که از ساعت 10 صبح آمده برو تا این 24 ساعت تا اینا رو ریزه کنه ببره تو دیگه اینا رو بار کنه. اینا همینجور هست. بعد میبره مسجد، تو مسجد صاحب زمان اینا تو بار میذاره. کار پخت آبگوشت روز تاسوعا از ساعتهای ابتدایی صبح و با مشارکت مردم در محل مسجد صاحب الزمان درو انجام می شود. بر محمد آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد آل محمد. یا حسین
جوانی یا 4 تا بزرگ دیگه ما اعلام کرده سوار میکرده دیگه بگو شما خود دامداره مرد یک گسفند رو بندازیده دیگه قبول کرده بندار خدا همه دامدار رو قبول کرده بنداخته نفر یک گسفند رو نظر حسین کرده الان رسیده به 400 کیلو سگسفند برسیده به 400 کیلو گوشت این چه بزرگیه این حسین دوریه امروز روی تاسوهای حسینه این دستاسیه که از آباجداد ما به اس رسیده قدیم همینجور تا اینا رو نرم میکنه خیلی گندم آش میکرده الان نهایی آچارا رو نرم میکنه که برای دیگه امام حسین تازه بوده چند لازم مکس داشته باشی که دوستانی که منم بنم چند لازم مکس داشته باشی چند لازم از قدیم و ایام در این مسجد سابق زمان به حساب رسم بوده که این کار انجام میدن. این نون محلی و نون ماشینی است. به حساب اینا عادت دارن با نون محلی بیشتر علاقه دارن. عشق من میمیرم آخر از غم تو، عشق من میمیرم آخر از غم تو، عشق من قاتلم داغ ماتم تو، عشق من قاتلم داغ ماتم تو،
عشق من، سر تو شمع محفل من، عشق من، سر تو شمع محفل من، عشق من، سایه روی محمل من، عشق من، تا تو رفتی باید دل جان آقا